دوست داری با چه کسی در بهشت باشی؟ از خودت بپرس، دوست داری در بهشت با چه کسی باشی؟ با خانواده‌ات؟ چون هر یک از ما وقتی کوچک بود دوست داشت خانواده در یک شب نشینی زیبا که مملو از محبت و دوستی است جمع شوند. تصور کن قصرهای ما در بهشت کنار هم قرار دارد. فرشتگان را در باغ قصرت می‌بینی. والملائکة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم. و فرشتگان از هر در بر آنان وارد می شوند، گویند سلام بر شما باد. عشق و محبت دلهای من را پر می کند. سلام قولا من رب الرحیم. گفته می شود سلام بر شما باد به عنوان سخنی از سوی پروردگار مهربان. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. در آنجا نه سخن بیهوده و نه حرف گناه آلود بشنوند مگر این سخن را که همگی سلام گویند و سلام. سلام بهشت را پر می کند. سرای سلام یعنی دارالسلام. دلهایشان یکیست، در میانشان اختلاف بغض و کینه نیست. هر آرزویی که در دل تو باشد در دل همگیست. هر چی آرزو کنی محقق می شود. چی آرزو می کنی؟ از همین حال آرزو کن. چی آرزویی برای خودت داری؟ لهم ما یشاءون فیها ولدینا مزید. آنان در آنجا هر چی خواهند دارند و در نزد ما افزون بر این است. ملاحظه کن، ما یعنی هر چی اشتها کند. و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون. و در آنجا آنچه دل خواهد و دیدگان از آن لذت برند وجود دارد و شما در آنجا جاودانه خواهید بود. چه آرزو می کنی؟ محبت و دوستی می خواهی؟ آن موجود و مداوم است و هرگز سست نمی شود. تصور کن تو و همسرت. از انس رضی الله تعالی عنه روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان فی الجنة سوقا یأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحث في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. در بهشت بازاری است که اهل بهشت هر جمعه به آنجا می آیند و باد خنک شمال می وزد و به صورت و لباس آنان می وزد و آنان بر اثر نسیم آن لطافت و زیباییشان زیاد می شود. بعد نزد خانواده هایشان در حالی که بر حسن و جمال آنان افزوده شده برمی گردند. اهل خانواده با آنان می گوید والله سوگند که حسن و زیبایی شما افزوده شده است. آنان جواب می دهند والله سوگند بعد از ما و در غیاب ما حسن و جمال شما نیز افزونتر شده است. تصور کن هر هفته بر زیبایی تو همسرت افزوده می شود تا بی نهایت. بسیاری از مردم در زندگی دنیا عاشق سفر، گردش و استکشاف هستند. می خواهم در بهشت مسافرت کنم و زیبایی ها و گنج هایش را شخصاً کشف کنم. چون این افراد خیلی در بهشت خوشحال می شوند. بعضی از مردم هزاران کیلومتر مسافرت می کنند تا آفرینش الله متعال یا صنعت انسان را در دنیا ببینند، مثل آبشارهای نیاگارا، برج ایفل، تاج محل و امثال آن. نظرت در مورد مناظر و تحفه هایی که الله در بهشت برای ما آماده کرده چیست؟ به نظر تو آیا زیبایی و شگفت انگیزی آبشارهای بهشت مثل زیبایی و شگفت انگیزی آبشارهای دنیاست؟ خودت و همسرت را در حال گردش در جزیره خصوصی خودتان در بهشت تصور کن که در آن شیرین ترین دریاها و رودها قرار دارد.
زیباترین منظره‌ای که در دنیا دیده‌ای چیست؟ خوب در مورد آن فکر کن. چی تأثیر در دلت گذاشته است؟ مناظر بهشت را با آن قیاس کن. تأثیر بزرگ آن بر قلبت چگونه خواهد بود؟ این سفر چند سال طول خواهد کشید؟ آرزو می‌کنی یک سفر دور بهشت داشته باشی؟ بهشتی که پهنایش به اندازه آسمان ها و زمین است. از انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیامبر من صلی الله علیه و سلم فرمود: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. در بهشت درختی وجود دارد که فرد سواره 100 سال در زیر سایه آن حرکت می کند اما نمی تواند آن سایه را به پایان برساند. بگو برایم، آیا می خواهی با طیاره مسافرت کنی یا بر روی فرش باد یا مثل سرور من جعفر که با تو بالش می برد؟ هرچی می خواهی آرزو کن. یا با بهترین موتر، یا با براقی که در سفر اسرا بود، یا یک کشتی کاملا مجهز تفریحی را آرزو می کنی. هر چیزی را که بر بی نهایت تقسیم کنی مساوی با صفر است. برای خودت چی آرزو می کنی؟ می خواهم فیلم زندگیم در دنیا را برگردانم. الله متعال آنچی بوده و آنچی خواهد بود و آنچی نبوده که اگر می بود چگونه خواهد بود را می داند. آنچه اتفاق نیفتاده نگاه کن که اگر رخ میداد نتیجه چی بود؟ به این ترتیب عشق و محبتتان به الله و حکمتش زیادتر می شود که آنچه برای من در زمین مقدر کرده بزرگترین خیر بود. تصور کن الله تو را از حکمتش در زندگیت آگاه کند. فیلم زندگیت را می بینی در حالی که خوشحال هستی و نمیدانی چگونه از الله متعال تشکر کنی. هرچی را در دنیا برایت اتفاق افتاده یادآور می شوی. فکر کن چرا فلان روز غمگین شدی و گفتی پروردگارا چرا فلان رزق را در اختیارم قرار ندادی؟ اگر آن کار را می کرد امروز این جایگاه را در بهشت نداشتی. بیا و نگاه کن، اگر آنچه می خواستی در دنیا محقق می شد اکنون چی می کردی؟ از عشق و محبت و خجالت ذوق می شدی. آره عزیزان، زندگی در بهشت خیلی زیباست، آن هم در کنار هم عزیزانی که ما آنها را دوست داریم. یک بار تصورش را بکنید که شما با تمام آن عزیزانی هستید که آنها را دوست دارید، با هم در یک فضای مملو از محبت و دوستی. آنچه که می خواهید در اختیار دارید. بعضی ها می گویند آیا در بهشت خسته می شویم؟ این مطلب در برنامه بعد. پایان این بخش.